محترم سردار میگفتید در 6 ماه چند نفر شخصان مسئول برای پیشنهاد آمار بر دروغ جریمه شدند؟ در 6 ماه سال 2022 در حدود ولایت از طرف ریاست شعبه و بخش‌های مقامات آمار و 174 نفر شخصان منصبدار یعنی سرمحاسب و محاسبان جریمه کرده شدند. این هم باشد با مبلغ 70,810 سومونی جریمه کرده شده است که این جریمه با پراگی با بودجه ورود کرده شده است. یگان تا راهبرای تشکیلات درو البته راهبری تشکیلات هم است، سرمحاسب هم است. میتونیم یگان چند نمبر این از تمام شهر نویا است. اینا امور دروغ نیست. اینا تنها از طرف سرداران مقامات امور شهر نویا و اون تشکیلات مؤسسه‌ای که حسابات را بر دروغ پیشنهاد کردن جریمه کرده شده است. کدام نوعیت بسیار نوعیت شهرتوز شونیون همه نوعیت هستند. تمام شهر نوعیت یگان نفر راهبران تشکیلات اداره را میتونه نمبر کرده؟ البته در اونجا با طریق عموم ما گرفتگی هستیم. ما معین کردگی نیستیم که خودی راهبر است یا سرمحاسب. در اونجا هم راهبر هم هست، جزء گرفتگی هست، محاسب هم هست، سرمحاسب هم هست. شخصی متصدی که حسابات پیشنهاد میکنه جریمه کرده شده است. چی اموری با دروغ پیشنهاد کرده یعنی؟ اموری خطا با دروغ نه، خطا پیشنهاد شده. در تمام این همون شکل حسابات. شکل حسابات مثلا حساباتی فرمر از موزی مهنت است. همه شکل‌های حساباتایی که با خطا پیشنهاد شده است مقداری اضافه نویسی هم هست. متخصصان جریمه کرده شده است. اضافه نویسی نقد در برش. البته با خطاگی است، هم خطاگی خودش شامل میشه.